محمود بابایف خواهرزاده 40 ساله سروزیر تاجیکستان کوهر رسولزاده سردار ریاست کمیته بخطری اوزوقواری در ولایت سوخت تعیین شده است. یک منبع در این اداره به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان خبر داد که تعیین بابایف به این منصب با پیشنهاد حکومت ولایت سوخت و با فرمان فیض‌الله زاده محمد سعید عبیدالله رئیس کمیته بخطری اوزوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صورت گرفته است. روز پنجشنبه 25 نوامبر با اشتراک مسئولان کمیته جلسه برگزار شد. در آن محمود بابایف به عنوان سردار ریاست معرفی شد. گفته است منبع سپوتنیک. بعد رئیس نایب مشروع تعیین شدن اعظم علیزاده وظیفه سردار ریاست ولایت کمیته بخطری اوزوقواری در سوخت تقریبا 2 هفته باز خالی مانده بود. محمود بابایف تا کنون مدیر شعبه پژوهشگاه باغپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت بود. یادآور می‌شویم تازه روز 17 نوامبر سال جاری ظریف نظیری برادرزاده سروزیر کوهی رسولزاده از مقام معاون رئیس ولایت سوخت برکنار و به جای رستم رحمتزاده اجرا کننده وظیفه رئیس نایب فرخار ولایت ختلان تعیین شد. ظریف نظیری که 48 سال دارد و قبلا رئیس نایب باباجان غفورов هم بود از ماه نوامبر سال 2020 در مقام معاون رئیس ولایت سوخت کار میکرد. کوهر رسولزاده که 61 سال دارد از ماه نوامبر سال 2013 سروزیر تاجیکستان است. کوهر رسولزاده 8 مارس سال 1961 در جماعت خستیورز نویه خوجند به دنیا آمده. سال 1982 دانشکده کشاورزی تاجیکستان را با اختصاص مهندس گیدروتکنیک ختم کرده است. او از سال 2000 تا 2006 وزیر آب و آبیاری تاجیکستان و سپس تا سال 2013 رئیس ولایت سوخت بود.